Ciao a tutti, benvenuti a Casa Milan Persian Podcast. Forza Persiani, Forza Milan. Parliamo tutto di rossoneri in farsi. Shevchenko nello spazio, va via Shevchenko, accelera, salta tutti Shevchenko, cerca la conclusione! eccoci ciao میلانیستی بچه خوش اومدید به یه قسمت دیگه از پادکست کازا میلان. مثل همیشه دعوتتون میکنم که کامنت زیاد بذارید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، اگه دوست داشتید اون زنگوله رو فعال کنید که همه کنار هم بحث کنیم، گفتگو کنیم راجع به میلان. آقا بریم صحبت کنیم. عجب بردی داشتیم در کاپا ایتالیا. به نظرم یک کمی سرعتمون زیاده، نه؟ نمیدونم بچه خواهشن میسپارم به شما نظر بدید. به نظرم کمی سرعت زیاده، ما باید پاهامون رو روی زمین نگه داریم، ولی از نظر شکل بازی، از نظر روحیه، از نظر تعهد، از نظر چه میدونم وسط زمین، واقعا میگم داریم خیلی فراتر از انتظار عمل میکنیم. شاید به ناپولی ببازیم ولی خب اشکالی نداره، آینده رو که نمیدونیم. اما چیزی که واضحه این حس تیمی بود که من تقریبا میشه گفت تو اون 8 بازی آخر سال اسکودتو زمان پیولی مثلا دیده بودم. اون موقعی که واقعا پیولی was on fire. دیروز داشتم فکر میکردم شاید اون موقع بیشتر به خاطر خلاقیت‌های فردی بازیکنایی مثل تئو لئو بود که واقعا هیچ کس نمیتونست جلوشونو بگیره، ولی الان فرق داره. شاید اشتباه میکنم، شاید چشام هنوز پر از اون خرابی‌های 2 سال گذشته است، نمیدونم، از اون فلاکت شاید دارم زیاد خوشبین میشم، ولی واقعا اون یک ربع اول بازی با لچه تا قبل از اخراج بازیکنشون من گفتم با واقعا این چیه؟ شاید لچه بعد بازی میکرد، نمیدونم، ولی حس میلانیو داشتم که مثل آتالانتای قدیم بود که میومد یقه میگرفت، خفت میکرد، هیچ کاری ازت بر نمی اومد. همون حسی که مثلا باعث شد آتالانتا تو اروپا فینالو 3-0 ببره یا بیاد حتی لیورپول رو جارو کنه. من یه همچین حسی گرفتم از این تیم. درسته بعد از اخراج همه چیز عوض شد، نتیجه دیگه مهم نبود، ولی اون یک ربع اول واقعا چه تیمی بود. مخصوصا چون کاپا ایتالیا بود، آدم فکر میکرد مثلا اینا میان حواسشون به ناپولیه، حواس پرتن، ولی نه، همون اول با ذهنیت درست وارد شدن. این ذهنیت خیلی مهمه، کاری که آقای کنسسا متاسفانه نتونست، کاری که فونسکا نتونست، و ذهنیت با روابط با بازیکن‌ها میاد. باید اون ریلیشنشیپ درست رو داشته باشی با بازیکن‌ها تا بتونی بهترین رو ازشون بکشی بیرون، و این ذهنیت خیلی مهمه. این که حتی یک کارت زرد بگیری چون نمیخوای بذاری حریف از نیمه رد بشه. این یعنی تیم تشنه است، این تیم تا دقیقه 90 گاز میده و گاز میگیره. و اون صحنه گل مثلا انکونکو، همه میان توی شادی گل شریک میشن، همه خوشحالن واسه انکونکو، حتی ربیو هم تو پس زمینه داره میخنده، پس معلومه که تیم به هم نزدیک شده، شاد، سر حاله. حتی به نظر میرسه کل تیم یه حالت چریتی، خیریه تلاش کردن که سانتی خیمینز گل بزنه، کنارش باشن. به نظرم نکات مثبت زیادی هست، نکات مثبت زیادی تو این تیم هست. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. راجع به سانتی خیمینز هنوز انتقادها هست، شاید اون تئوری کچاپ عمل نکنه که گل‌های بیشتری الان ازش ببینیم چون حالا یک گل زده. حتی من دیدم کامنت هایی که حتی گلش هم مسخره میکنن، یعنی میگن اوه تاچش رو ببینید، این باید بره از فوتبال بیسیک شروع کنه و اینجور حرفا. ولی چیزهای مهمتری هم وجود داره، اون شجاعتی که خودشو مدام در موقعیت قرار میده. همون چیزی که قبلا من یادم فابیو کاپلو یک بار گفته بود، همیشه میگفت که باید نگران مهاجمی باشی که موقعیت خلق نمیکنه، نه اون مهاجمی که خراب میکنه. یک موقعیت داشت، یک گل زد مثلا برای مثال تا قفل بشکنه، نمیدونم، باید ببینیم شاید تئوری کچاپ کار کنه، شاید هم کار نکنه، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. شاید حتی بیاد جلوی ناپولی گل بزنه، شاید حتی جلوی ناپولی بازی نکنه. انکونکو چیزهای خیلی مثبتی از خودش نشون داده توی همین مدت کوتاهی که بازی کرده. پنالتی گرفته، کارت قرمز گرفته از حریف، تیرک زده، گل زده.
پس باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. این رقابت به نظر من مثبت، خوبه، میتونه به نفع خود سانتی خیمنز هم تموم بشه. یه خبر دیگه شنیدم آنتونیو کونته یه ذره مثلا که قرض زده جدیدن. داشتم فکر میکردم الگری به نظرم واقعا خودشو آپدیت کرده، یعنی به نظر نمیرسه دیگه الگری اون آدم کورتوموزو، اون ترم خیلی معروفی که تو ایتالیا درست شد به عنوان به معنی این پوزه کوتاه توی اسب دوانی، مسابقات اسب دوانی، اون اسبی برنده است که حتی یه ذره پوزش جلوتر باشه و نمیدونم حالا برای اسب میگم پوزه یا نمیدونم، ولی عذر میخوام اگه اشتباه میکنم، ولی منظور همون بردهای یک هیچ فکر میکنم بر اساس آمار الگری بالای 70 تا بازی 1-0 برده، بیشترین برد 1-0 رو داره بین تمام مربی‌ها در تاریخ سری آ و اصلا مهم نیست براش. گفته بارها گفته شما با این فاصله میبری 1-0 میبری، مهم نیست، مهم برده. ولی به نظر مثل الگری هم خودش رو آپدیت کرده، انگار فهمیده که دنیا عوض شده و ظاهرا میگن استافش خیلی استاف خوبیان، فوق‌العاده‌ان، لاندوچی و بقیه میگن به شدت و واقعا جدی کار میکنن. بنابراین باید ببینیم که چه اتفاقی داره تو این باشگاه میفته. بازی با ناپولی و یوونتوس بازی بچه‌ها مهمیه، خیلی میتونه چیزهای خیلی زیادی به ما بگه. الان یه سری اخبار هم دارم راجع به بازی با ناپولی، گفته میشه که شما میدونید بدون تماشاچی اصلا بازی ها لذتی نداره، بدون اون کورواسود، بدون اون 10,000 نفر. آره تک تک وقتی تماشاچی ها میرن درسته، ولی تک تک صدایی نداره. ولی وقتی 10,000 نفر با هم دیگه یک شعر رو میخونن، با هم دیگه میپرن بالا پایین، زمین میلرزه، اصلا یه چیز فوق العاده است و ما به این احتیاج داریم، این لازمه. و خبرهایی رسیده که ظاهرا امشب جلسه‌ای هست که ممکنه باعث بشه مقابل ناپولی دوباره اجازه حضور تشویق‌های سازمان یافته داده بشه و خدا کنه که اینطوری بشه، چون این بازی واقعا به فاکتور اون تماشاگرهای اولتراز نیاز داره. بعد ببینیم که تصمیم آخرشون چی میشه. و یه خبر قطعی دیگه رسید که بونجورنو مصدوم شده، پارگی عضله، نمیرسه به بازی. ظاهرا پسر دلورنتس مدیر باشگاه ناپولی هم خیلی شاکی بود از فدراسیون فوتبال ایتالیا و اینجور حرفا. راستش بازیکن قویه بونجورنو، ولی به همش مصدوم میشه. پارسال هم ناپولی عملاً با رامانی و خوان جیزس قهرمان شد. یعنی چرا اینو میگم برای اینکه یک کمی به خودم امید بدم که شاید با گابیا پاولویچ و توموری هم بشه قهرمان شد. خب فعلا کسی اصلا امکان نداره بتونه اینو تایید کنه، ولی نمیدونم شاید بعد از بازی با ناپولی و یوونتوس بتونیم راجبش جدی‌تر بحث کنیم یا نه نمیدونم. فعلا در آرامشیم، کمی نگرانی ولی آرامش، معلق در هوا ولی آروم. باید ببینیم که چی میشه. بونجورنو بیرون، لیاو شاید برگرده. هر خبر جدیدی بشه من سعی میکنم بهتون بگم. البته میدونم همتون دنبال میکنید توی سوشال میدیا، بسیار فعالن طرفداران میلان در دنیا با زبانهای مختلف که واقعا باعث افتخاره. نمیدونم قبلا گفتم یا نه، تقریبا 40 میلیون 42 میلیون اکتیو فنز، یعنی طرفداران فعال توسط میلان در دنیا هستن. و ببینیم که چی میشه. امیدوارم که رافائلو برگرده. دستیار الگری آقای لاندوچی تلویحاً گفتش که رافا آماده برگشته. احتیاج داریم به نظرم به رافا. دوست دارم ببینم رافا رو، انکونکو رو، پولیسیک رو در کنار هم دیگه. میخوام ببینم رابیو رو، مودریچ رو. واقعا میدونی من میخوام اینو میخوام باز کنم. یه رویای شیرینه این سر فوتبال داریم صحبت میکنیم دیگه. به هر حال میلان الان خوب بازی میکنه. یک شنبه میتونه یا یه رویای شیرین باشه یا یه واقعیت تلخ، بستگی به نتیجه داره. من شخصا یه همچین حسی که الان دارم با پارسال که مقایسه میکنم، اگه یادتون باشه وقتی ما ناپولی بازی داشتیم، بازی اولمون، من خودم برای بقیه نمیتونم صحبت کنم ولی من خودم مطمئن بودم میبازیم، ولی الان حداقل مطمئن نیستم که میبازیم و فکر میکنم که الان توی ترکیب چند تا بازیکن واقعا قهرمان داریم. بچه‌ها فکرشو بکنید، حتی از اون سالی که اسکودتو رو بردیم با پیولی هم ترکیب بهتره. بازیکنایی که
بودنشون باعث میشه سطح بقیه بالا بره، چیزی که اون زمان ما نداشتیم. اون زمان ما بازیکنایی داشتیم، ستارهایی که با هم دیگه رشد کرده بودن و در بین اینا شاید بهترین، همون با تجربه ترین کسی که میتونست کمک کنه به رشد بازیکن‌ها همون مثلا ایبرا بود، حالا ژیرو بود برای مثال، کیایر بود برای مثال. ولی برای من الان میگم قهرمان، بازیکن واقعا قهرمان داره، برای من مانیان یه قهرمانه. درسته مصدوم میشه، آره همیشه شاید اینو نشون نده، ولی یه قهرمانه. مودریچ که اصلا جای بحث نداره. رابیو به نظرم قهرمانه، کارنامه‌ش هم اینو میگه. با تیم ملی فرانسه نایب قهرمان دنیا شده، تو لیگ فرانسه همه چیز رو برده، تو لیگ ایتالیا سری آ رو برده، کاپا ایتالیا رو برده، سوپر کاپ رو برده، در تمام لول های آکادمی سنی برای تیم ملی فرانسه بازی کرده. تقریبا فکر میکنم بالای 50 تا بازی برای تیم ملی فرانسه داره. بنابراین برای من رابیو هم اون کاراکتر یک قهرمان رو داره. پولیسیک به شدت underrated، پولیسیک به شدت underrated، ولی توی سریا حالا حداقل بگم یک ستاره است. و لیاو هم که حالا درست ناپیوسته است، اون فرم رو شاید همیشه نداشته باشه، ولی تاثیرگذاره. اینا شد چند تا، 5 تا، شاید حتی 6 تا. یکی هم از شاید بگه انکونکو. هنوز زوده ما قهرمان خطابش کنیم، ولی تا اینجا خودش نشون داده. همین 3 تا بازی، نصف و نیمه، یه پنالتی گرفت، یه کارت قرمز در آورد، یه تیر زد، یه گل فوق العاده زد، آمارش هم عالی بوده. اگه اونم مثلا قهرمان حساب کنیم واقعا تیممون پرستاره شده. ولی خب دفاعمون هنوز قهرمان نداره. پاولویچ، گابیا، توموری، دوینتر خوبن ولی قهرمان نیستن. استوپینیان هم همینطور، خیمینز هم همینطور. اما وقتی کنارت مودریچ هست، رابیو هست، اینا کنار تمرین میکنن، کنار اینا تمرین میکنی، حتی بازیکن متوسط هم پیشرفت میکنه. نمونهش استوپینیان که با رابیو خیلی بهتر شده. اون قهرمانی اسکودتو اون موقع تئو بود، توموری خوب بود، ولی ما قهرمانی بس قهرمان اونجوری نداشتیم. الان قهرمانامون بیشتر شدن، بازیکنایی که تجربه های خیلی خیلی خوبی دارن، میادین بسیار بزرگ. از نظر اخبار دیگه هم بهتون بگم، گالیانی داره پرونده مونسا رو دیگه میبنده، آزاد میشه برای اینکه برگرده به جایی که دلش هست، میلان. توی بحث استادیوم هم بهتون بگم از طرف دیگه توی شورای شهر بحث هست. الان بهتون گفتم شاید به راحتی رأی بیاره، ولی نه، متاسفانه بحث هست سر ورزشگاه. یه سریشون میگن باید سنسیرو بمونه، یه سری میگن نباید خراب بشه، استادیوم مدرن ساخته بشه. دعوا حسابی بالاست. فدراسیون فوتبال هم داره فشار میاره، چون اگه حل نشه حتی اینا میزبانی اروپا و فینال و اینا هم از دست میره براشون. الان میلان با این استادیوم عملاً دست و پاش بسته است. خلاصه بازی سیاسی داره به اوج میرسه بچه‌ها. سالا شهردار میلان الان 24 تا رأی داره، یکی دیگه لازمه تا طرحو جلو ببره. همه چی به همین یه رأی بستگی داره. بعضیا خوشبینن، بعضیا بدبینن، ولی اگه تصویب بشه وارد فاز جدیدی میشیم که میتونه حتی آینده باشگاه رو تغییر بده. حتی بعضیا اصلا میگن باشگاه میلان قبلا فروخته شده و اینم خودش حالا یه داستانیه که بعدا با هم بازش میکنیم. خلاصه بچه‌ها بحث قهرمانا رو اگه بخوام ادامه بدم، مودریچ سرآمده همه است و بعد رابیو رو داریم که عالیه، مانیان، پولیسیک، لیاو و شاید انکونکو. اینا اگه فرم، مثلا انکونکو اگه فرم بگیره، لیاو فرم بگیره، سورپرایزهای بزرگی میتونن باشن. دمتون گرم، مرسی. به امید پیروزی جلوی ناپولی البته اپیزود خواهیم داشت. همیشه و همه جا فورتزا میلان. Ciao a tutti, benvenuti a Casa Milan Persian Podcast. Forza Persiani, Forza Milan. Parliamo tutto di rossoneri in farsi. Shevchenko nello spazio, Mattia Shevchenko accelera, salta tutti Shevchenko, cerca la conclusione!